در اگنتی اویاتسیای گرجدانی تاجیکستان روز 28 فوریه به خبرگزاری روسی ریا نووستی گفتند که پروازها از تاجیکستان به چند شهر روسیه به سبب وضع اوکراین دست کم تا 2 مارس موقتا بازداشت شدند. همصحبت ریا نووستی گفت با قرار روسویاتسیا فعالیت 12 فرودگاه واقع در نزدیکی مرز با اوکراین موقتا بازداشت شده است. از تاجیکستان به 3 فرودگاه از این شمار پروازهای دائمی انجام داده میشد. این فرودگاه های کراسنودار، رستوو لب دون و ورونژ می باشند. این نماینده اگنتی اویاتسیای گرجدانی تاجیکستان گفته است که پروازهایی که به این 3 شهر روسیه به نقشه گرفته شدند شاید به فرودگاه های به آنها نزدیکتر انجام داده شوند. این چاره های موقتی تا 2 مارس دوام میکند. بعد آن همه چیز از وضع وابسته است، چون که این چاره ها به خاطر تامین امنیت پروازها و مسافران روی دست گرفته شدند، گفته است همصحبت ریا نووستی. در نمایندگی شرکت هواپیمایی روسی اس-7 در خط سیر خوجند ورونژ پرواز انجام میدهد. برای نووستی گفتند که روز 2 مارس یک پروازشان به ورونژ به نقشه گرفته شده است و فروش چپته ها به این پرواز ادامه دارد. یادآور میشویم روز 24 فوریه نیروهای ارتش روسیه برای گذرانیدن عملیات مخصوص حربی از چند سمت به قلمرو اوکراین حمله کردند. درباره در چند روز اول نبردها بین ارتش‌های روسیه و اوکراین کشته شدن صدها نفر گزارش‌ها به دست می‌رسند.